کتاب‌های مصور چنان قدرتی دارند که می‌توانند زمان را متوقف کنند، تو را به گذشته ببرند و حتی به سوی آینده. به لطف شهبانوی گرانقدرمان، مشارکتی با دوست قدیمیش فردریک میتران که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی وزیر فرهنگ فرانسه بود شکل گرفت. کتابی ارزشمند از اسرار و ناگفته‌های قلبی اولی حضرت شهبانو فرح پهلوی از لحظه‌های سپری شده در کنار پادشاه ایران از بدو ازدواجش تا کنون که همچنان متین و شجاع حافظ نیکنامی پادشاهی ایران زمین هستند. کتاب 200 صفحه‌ای فرح حاوی عکس‌های منتشر نشده از شهبانو. میتران در مقدمه کتاب نوشته آلبومی مکتوب و مصور از زندگی ملکه ایران زمین. تصاویری تاکنون منتشر نشده ارزشمندی که به همت فردریک میتران گردآوری شد با دست‌نوشته‌های اولی حضرت فرح پهلوی برای قدردانی از دوستی که صبورانه در صدد ثبت این خاطرات بود، ارزشی بی همتا به این کتاب فاخر بخشیده است تا پیام امیدواری او به خوانندگان این اثر انتقال یابد که به زودی ایران از خاکستر خود به پا می‌خیزد. اکنون افتخاری برای مجموعه کیانی کانسپت تا امکان دسترسی شما ایران دوستان به این اثر ارزشمند مهیا باشد.